الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبلا از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که الله مهربان محبت های ما را، اخلاص های ما را به سوی دین خودش زیاد بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیک ما حاصل بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستم که گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند، بیماری هامون خدای مهربان شفای کامل بخشد و الله مهربان مشکلات هایی که امروز تمام دنیا را فرا گرفته است، خدای مهربان از این مشکلات بندگانت را خلاص بگرداند. مسافرهایی که از ما و شما هستند، خداوند هر جا که باشند سفرهاشون را به خیر و به نیک بگرداند. برادران عزیز و گرامی، من در یک دقیقه های نه چندان زیاده، در دقیقه های اندک من یک حدیث پیامبر نازنین مانا میخوانم، معناهایی که در زیرش دیدم برای شما معنا میکنم و از خداوند دعا میکنم که الله مهربان بعد شنیدن این حدیث پیامبر نازنین ماها را توفیق عمل کردنش هم نصیب بگرداند. پیش از حدیث خواندن برادران عزیز، از بس که نشستا داریم این روزها در هر یک منطقه‌ای که باشیم، همیشه خداوند را سپاسگزاری میکنم که در هر یک محفلی که میریم مردم ما یک مردمی گوییم تا اگر اصطلاح های امروزه قطعی بسیار مردم فرهنگی هستند، مردم بسیار همین جهت معنویات اهمیت میتن، مردمی هستند که الله را سپاسگزارم که وقتی میگوی بچه ها یک آیت من معنا کنم، یک حدیث معنا کنم، میبینی که در چهره یگان توش ناراضگی نیست، میبینی که یعنی در اونها خواهشی همین گوش کردن هست. اینم برادرای عزیز بگیم یک نشانه خدادادی این مردم هم هست. وقتی که اگر گویند که بچه ما یک پند نصیحت کنم تا ایجاد خیستن نرای بگوی که مقصد ما احتیاج به این ندارم و بشینی و گوش کنی، البته یک نشانه خدادادی شما هست. من خودم برادرای عزیز به خدا قسم حدیث قدسی خواندم که در حدیث قدسی آمدگی است که الله کدام بنده را دوستش بداره گوشی گوش کنندش میته، ولی هر گوش برادر عزیز طاقت گوش کردن نداره، هر گوش همین توفیق نداره، یا هر پای توفیق ندارد که در یک محفلی که اگر در اونجا پند نصیحت باشه برای همه پند نصیحت حرکت کنه برود. الله میگه وقتی من دوستت بدارم در همین عضوها توفیق میتم، در گوشتم توفیق میتم، در زبانتم توفیق میتم، در چشماتم توفیق میتم. این نشانه های او بود است که الله ما را دوست میداشته. حضرت مولوی میگو اگر الله شود از بنده راضی، به او یار است استقبال و ماضی. شود ای بنده گر الله به آزار، همه در هر دو عالم از تو بیزار. البته الله مهربان اگر ما را دوست می داشته، چی دنیا مان چی آخرت مان همه نوره، همه روشنه، همه خوبه.
از این لحاظ من بسیارتر خدای مهربان با سپاسگزاری میکنم که ما را جوانهامون هم از زمره جوانهایی هستند که یک اهل علم دوست می‌دارند، یک اهل دانشمند دوست می‌دارند. نابسته مثال وای ریش دارد، وای ریش ندارد، وای قال الله میگد، وای قال الله نمیگد، دانشمند است، مقصدش خواهشش بهبود ما های، خیر ما را میخواه، ما را نصیحت میکنه، برای راست دلالت میکنه. الحمدلله رب العالمین که در مردم ما یک هست همین خصلت که وای احترام میکنه. ولی هر کسی احترام هم که کنه برای خودش میکنه، هر کس هم کنه برای خودش میکنه. برادر عزیز، برای همین شما هم که هر جا نشستیم دادرای عزیز و گرامی، حقیقتا چکل همین وقتی یک محفل فیراد میکنن یا معرکه میشود، آدم وقتش خوش میشه، میگم میرم در معرکه مثال آدمای بسیار را میبینیم، صحبت میکنیم، اینوش نعمت میخرید. ولی اگر در بین اون یک کسا که دیگه باشه که بگه که برادرها حضرت مولوی میدونید چی من گفته؟ مولوی رومی گفته است نعمتش را میخری، هر روز و شب کفری نعمت میکنی ای بی ادب. نعمتش را میخری، هر شب و روز خورده است، یک بارک اکمو خالق تیاد نمیکنی، با یک بارک همون رازق تیاد نمیکنی. این خیلی در یاد فراموشتی هم قرار دادن. دادرای عزیز، آیا عین به انصافی ما نیست؟ اولی ورق کمی گلستان ما وقت درس میگفتیم از نزد حضرت داملو، اولی این ورق شدم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. برای چی؟ تا تو نان به کفاری و به غفلت نخری. بین ابر، باد، ماه، آفتاب، شمال، باران، همه برادر عزیز یک کارخانه هست که اینا بجز قوت خدا هیچ کدام نمیرسه. ابر کی گردان کده میتونه؟ باد کی گردان کده میتونه؟ ما تمام دنیا زده استیم برای یک ویروس یک واکسین نساختیم. با این قد توانایی که ما داریم امروز روی دنیا، در امریکا میگفتیم در همون میدرید، خطای میگفتیم دیگه تمام میگفتیم روی عالم این مردم نگاه میکنه. یک واکسین برای یک مثال میکروب نیفتیستیم که جانی همین مردم بخرید. این ابر کی گردان که میتونه؟ این باد کی گردان که میتونه؟ این آفتاب بی چی قدرت هایی داره الله مهربان، چی بزرگی هایی داره الله مهربان. میگه همه همیرد وقت دارد، ساعت دارد، ترتیب دارد، همش در پیچیان خدمت بنده ده تا اینها نان به کف آرن و به غفلت نخرن. ایرا که خوردی برادر عزیز، یکم تا یک همین تا درو به دست آمده که یک دیدن در کاری ای کجا بود، ای کجا آمد، ایرا اشیای خاموش ای کجا ای، ای چی خیر روید. ای باور کن برادر عزیز، برای یک ایرا بیان کردن یک نعمت خدا، با خدای مهربان قسم کتاب ها پرشیدگی ای. همه از بحر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سعدی گفت این قدر الله مهربان همه نعمت سرگردان شکم تو کرده یا تو که اگر همو خالق تا که فراموش کردی، دیگر هر چی که بگنه تو سزاواری وقتی فراموش کردی. یک خدایی که برادر عزیز بین همین قضات بزرگای با مهربانی شبین که میگه اگر همی بندم تا دست بر داره، اینم که بر داره بگه الله مهربان شفام بده، ای خدای مهربان پدر ما رحمت و مغفرت کن. قسم به بزرگی میگه که دست خالی نمیگردانم، تو فقط بردارش، همین خبر دار طرف من، قسم به بزرگیم خالی نمیکنمش، پر رایش میکنم.
ما را مراجعت میکنه که به من مقصد، به من ربط پیدا کنیم. برای همین بسیار الله مهربان داریم، بسیار ذات بزرگ بنده نواز داریم. از این لحاظ هیچ امکان ندارد که ما این گونه رزاق و این گونه مقصد خالق ما برادر عزیز در همین خیال حالت ها با فراموش کنیم. حدیثی که برادران عزیز من خواستم که صحبت ما کوتاه ابن عباس روایت میکنه. جناب امام طبرانی میارد، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود است که اربعون من اعطیهن فقط اعطی خیر الدنیا و الاخره. برادر عزیز بسیار توجه کنیم ببینید، میگه اگر الله پیامبر میگه کدام بنده ای را 4 چیز بده، اگر هم بنده شمایین ماییم، اگر همین 4 چیزی که در حدیث حضرت گفت کدام ایمان که داشته باشیم، حالا ببینید میگه فقط اعطی خیر الدنیا و الاخره، هم خیر دنیا داده هم خیر آخرت داده. این چی هم برادرای عزیز؟ اگر یک بنده یک عجیب ایده تو یگان چیزا که اگر هم تری پر نکنه نتنش، این بعضی چیزهایی را که پیامبر نام میگیره ممکن که برای گفتی اصطلاح اون روزا اینترسی نباشه. میگه پیامبر میگه که یکم چیزی که خیر دنیا و آخرت است قلبا شاکرن. برادرای بخدا من اولها یکی دادارای عزیز من یک کمک که سیرای خدمه بگم، من اولها هر حدیث هم میخوندم و نه که ایتری سخت اهمیتش نمیدادم. مثال میگفتم قلبا شاکرن. مثال یک تایی که از همون خیر دنیا و آخرت است همون چی بوده است؟ قلبی که شاکر باشد، قلبی شکرگزار. برادرها ای اگر در کدام انسانه اگر قلبی شکرگزار باشد، شما میدونید که همین انسان از دیگر انسان ها فرق میکنه. این همی چخیلی که ما میگیم که اگر یک آدم نماز میخونه یک آدم نمیخونه، همه بینشون فرقه در نشستش فرقه، در گپ زدنش فرقه، در معاملش فرقه. همین انسانی که اگر قلب شاکر داره، یعنی دل شکرگزار داره، میگه یکی از همون 4 چیزی که الله بر تو میته و خیر دنیا و آخرت علمینه. ولی حضرت نوح را در قرآن پیغمبر حضرت نوح را خدا با چی وصف میکنه؟ میگه انه، میدونه میگه نوح چه خیلی آدم بود. ولی اگر چی حضرت نوح گریه های زیاد داشت، ای گریهش وصف نمیکنه. عذابی که در سر حضرت نوح بود در سر دیگه پیغمبرها نبود. حتی این اذیتی که این اذیت حضرت نوح را در سوره نوح ما میخونیم کافی. هرگاهی که قوم می آمدن اعوذ بالله را که سر میکرد دستاشون را گوششون میدوختن، روش هم میدیدن در حال روش هم میپسوندن که رومون به روش نرسد. تا خورترین بچهش هم میآورد سنگ میداد، میگو من مردم اگر میراثی ما به تو همی که همی آدم انمی سنقتی میزنی. تا این اندازه را اذیت داشت، لیکن خدا ای عذابش نگفت، ای گریهش نگفت. بین فقط چیش گفت؟ انه کان عبدا شکورا. گفت نوح بسیار بنده شکرگزار بود. برادر عزیز بسیار بنده شکرگزار بود. یعنی شکرگزاری برادر یکی از نعمت‌هایی بود است که الله بر کسی دادش. من روزی گفتم که تو اگر یکان چیز ما نتن، اینشو قدر برای ما عجیب آور نیست که خیر قلب شکرگزار ده. آخی ماشین نیست کو، خانه نیست کو، مبلغ نیست کو، لیکن ما نمیدانیم که
یک بچه که گفتم که 4 چیز نشانه خدادادی ای یا حدیث دیگر ای. بعد گفتم خانه خوب ای، انا ماشین خوب ای و همسایه خوب ای، 4 زن خوب ای. 4 چیز کسی را اگر خدا میداده همه هم نشانه خدادادی بوده. او مردک اومد گفت بابای آجی خیلی خانه و در کرده است، الحمدلله را خدا نصیبشان کنه با تمام صنعتش. چند ماشین در خدمت های همسایام، مقصد هم الحمدلله که دست میرسه، همه خدمتگار باید. لیکن چی کنم که زن خوب نداره؟ یعنی بین همه چیز داره زن نداره، یعنی چیز دیگر اون قدر برای او دیگر همین تا غم داره بگیم زیقه که همه را دارم همین چیزا که ندارم، همین یعنی هوشش کشال، همین تا یک حالتی ناخوب. یعنی ما هم اگر همین قلب شکرگزار نداشته باشیم همین قلب ما را غم میته. ولی بین آدمی در مصیبت صبر نداشته باشه همون مصیبت بسیار غمش میته. نه که صبر داشته باشد، تکیه با خدا داشته باشد، آرام میشود. میگه این لله و این الیه راجعون، از خدایم به سوی خدا بازگشت داریم، تمام با همین آرام میشود. برای همین قلب شکرگزار یکی از نعمتهای خدا بود است. یعنی به هر حالتی که میدارم برادر عزیز انسان باید شکرگزاری کنه. حتی آیت در سوره ابراهیم هم داریم که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذاب لشدید. اگر شکرگزاری کنین زیادش میکنم، اگر شکرگزاری نکنین عذابم بسیار سخته. دو، لسانا ذاکرا. دویم چیزی که الله پیامبر نازنین گفت که از آن 4 که خیر دنیا و آخرت است، دویمش این است که زبانی که همیشه در او یادی خدا هست. پیامبر ما گفته است که خدا را همین قدر زیاد یاد کنین که بگن دیوانه ای. همین قدر ذکر بسیار که همین که جای داشتی سال الحمدلله الحمدلله. بیکاری یگان چی مشغولیت نداری، تسبیح ها را گفتم بگیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حضرت مولای میگو به هر حرف کند عادت زبانت، به روز مرگ آید در دهانت. با کدام حرفی که اگر زبانتون عادت میکنه همه حالت مرگ دهم دهان دهمو میآید. در دنیا مختشدی لا اله الا الله، لا اله، آخران کلمه دنیا هم همون لا اله الا الله میشه. پیامبر میگه من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی همین دنیا اگر آخران حرفش همین باشد لا اله الا الله بگه چشم پوشه، میگه همین کلمه جنت میبرد. اگر ایرا در دنیا عادت که باشی خوش به حال داره برس. سیوم بدنن علی البلاء صابرن. سیوم نعمتی که الله مهربان پیامبر نازنین میگه 4 چیزی که خیر دنیا و آخرت است این است: جسمی که در همه مشکلات تاباور است. چی غم بر بالا می آید ببین قلب شاکر که داشته باشم همین جسم یاردم میکنه. زبانی اگر ذاکرم داشته باشم، الله در قرآن چی گفت؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب تا آرام میکنم به یاد خودم. هرگاه به یاد من مشغول شدی آرامیش پیدا میکنی. همین مصیبت هم که آمد قلب شاکر باشه، زبانم ذاکر باشه، با جسم من یاردم میکنه. نه یک طرف میزنه، نه لبم کجیله میشوه، نه مقصد عصبم خراب میشوه. چیزی آمد آخه همون عزیزای خدا پیامبر نازنین این حدیث ها من یرید الله به خیرا یصیب منه. خدا میگه کسی دا اگر خیر بخواهم چیکارش میکنم؟ مصیبتش میتم. اذا اراد الله بعبده خیرا عجل له العقوبه فی الدنیا. پیامبر میگه هرگاه خدا با کدام نیکی بیاره همیشه در مشکلاتم رو پرود میکنه. ولی ممکن که ما این چیزا
ягон кас дар ягон ғаму офат мубтало шава, ҳамин чизам як чизи бад бишморем. Не, пайғамбар мега Аллоҳ агар ба ту хайр бихоҳа, мушкилот болот меора. ҳамин пайғамбарора бибинед, кадом рӯзи ҳамин рӯзи хайр буд, кадом рӯзи ҳамин рӯзи роҳат буд? ҳеҷ гоҳ. як пайғамбари нозанине ки мега дар шаб агар мешиш дар хонаи белампучка сӯза намеёфтӣ. ин қад нуронӣ буд, дар болош як шикамбаи пури наҷосати штур оварда гузошта. азияти равид. ҳафтода оишаи модармо мега дега кирос мекардем, ягон чиза гупазем, ҳамсояи яҳудӣ ки доштем меомадан муш наҷосат дар даруни дегмон мепарфтанд. рӯзи хуб надоштам бародаро, лекин шукргузор буда. пайғамбармон дар байни асҳоб гуфт, як пайғамбаре буд дар бани Исроил. мардума даъват мекард, мезаданаш. ҳамин қа мезаданаш ки бунив даҳанаш хун мерехт, мегирифт доманаш қати мегав, лавоша тоза мекард. бо чишон мегӯ? аллоҳумма ғфир ли қавми фа иннаҳум ла яъламун. бо мега даст худоё, ҳамин қавме ки мара пури хун кардан ку, ҳамёра мағфират кӯ. зеро ё намедонанд. ино намедонанд ки ман киям, ино намедонанд ки ман чӣ мехоҳам. барои худоё мағфиратшон кӯ. ин баданҳои барбало собир. сеюм. чор завҷатан ла табғиҳи ҳубан фи нафсиҳо ва молӣ. чорум неъмате ки бародарои азиз аз ҳамин атои худовандӣ будай, зан будай. зане ки ҳеҷ гоҳ хиёнат намекунад, дар будани шавҳараш дастша дар дасти марди бегона наметаҳад ва ҳамеша моли мардака ҳифз мекунад. ин чаҳор чиза бародарои азиз пайғамбармон гуфт, ҳар касеро худо агар дод, фақат утия хайра дунё вал охира. тра худо ҳам дар дунё дод ва ҳам дар охират дод. аллоҳро дуо кунем бародарони азиз ки худованд аз ин неъматҳое ки ёд карданд, мову шумо ки шояд ягон та ягон такша дошта бошед, шояд бештарша